با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیزی که این ویدیو رو میبینن و ما رو دنبال میکنن و از قبل دنبال کردن. مدت زیادی بود که فعالیتم رو در حوزه بازارهای مالی و فارکس گذاشته بودم کنار به خاطر یک سری دلایل شخصی و در اینجا یادی کنیم از مادر گرامیمون که این الماس دیگه در بین ماها نیست، در بین ما خانواده نیست. برای کل خانواده سخت بود و سخت هست که حس کنیم این گوهر رو از دست دادیم. و در اینجا به نوبه خودم میخوام به تمام کسانی که تمام خانواده هایی که مادر عزیزشون رو از دست دادن تسلیت عرض میکنم. روح تمام مادران سرزمینم شاد و یادش همیشه گرامی و در قلب ماها ماندگار باشه. امیر خضری هستم، در حوزه بازارهای مالی فعالیت دارم و البته یه چند سالیه در حوزه فارکس کار میکنم و یه نیمچه دفتری هم جدیداً باز کردیم که بتونیم کارامون رو انجام بدیم در اینجا. البته به امید خدا و امید آینده بتونیم پیشرفت بیشتر و بیشتری رو در این مسیر بتونیم قدم برداریم. البته اینم ذکر بکنن برای دوستانی که میخوان در این مسیر قدم بردارن، اگر بنده رو قابل بدونن در این مسیر کمکشون کنم، همراهشون باشم، در حد توان خودم چیزی که خودم بلدم رو بهشون آموزش بدم و کمکشون کنم تا در این مسیر موفق بشن. جدیداً هم به خاطر روی گل یکی از دوستامون مجبور شدیم 4 تا کارآموز قبول کنیم، 4 تا دانشجو بپذیریم. هرچند که خودم فعلا کار دارم، ذهنیتم کامل آماده نیست، باید مرور بکنم، دوباره تمرین بکنم تا بتونم مثل سابق به میدان برگردم. این ویدیو جهت این گرفته نشده که جذب دانشجو بکنم. این ویدیو جهت این گرفته شده که اعلام بکنم که دوباره میخوام فعالیتامو شروع بکنم، این بار به صورت پرقدرت‌تری فعالیتامو ادامه بدم. و این ویدیو گرفته شده بازم برای افرادی که کسانی که کنار ما بودن، در غم ما شریک دونستن و غمخوار ما بودن. زیاد خستتون نمی کنم، تا دیدار بعدی و فعالیت بعدی و ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.